پسر یک وکیل ناحیه شمس‌الدین شاهین پس از طعنه و ملامت همدیهگان به پدرش اختیاراً به ارتش رفته است. او گفته است همدیهگان پیوسته میگفتند پدرش پسرهای دیگران را به ارتش میفرستد و پسر خودش در دانشگاه میخواند. از این رو نبیجان صمدov دانشجوی سال دوم فاکولته آموزگاری دانشگاه دولتی کلوب گفته است به خدمت میرود تا که پدرش را از خجالت رها کند. لایق محمدیو کمیسر حربی منطقه کلوب روز 9 اپریل به رادیو آزادی گفت واقعا هم نبیجان صمدov روز شنبه 8 اپریل به کمیسریات حربی آمده و عریضه نوشته گفت که میخواهد در ارتش خدمت کند. جناب محمدیو گفت که بعد پرسجو معلوم شد که نبیجان دانشجو است و آنها حق به خدمت جلب کردن او را ندارند. او میگوید نبیجان پافشاری کرده گفته است پدرش را از طعنه مردم نجات دادن میخواهد و خودش رفته از دانشگاه حجت آورد تا او را ما به خدمت جلب نماییم. ما با پرسیدیمش که با کدام سبب میره خیلی چی یگون درد و یگون عروض پروز داشتی ممکن حالتی بعضی زندگی با گفت پدرم رئیس محله رئیس محله چی چند کس چی کرد بچه خودت نمیره ما با همون انگ اومدم که این پدری من را نگن که بچه تو خدمت نمیره همین سبب گفت مصاحبه ما. این حادثه کم نظیر است که پسری رئیس یک محله در کلوب برای از طعنه مردم خلاص شدن پدر اختیاراً به خدمت می رود. بیشتری ساکنان هنگام دعوت سربازان به خدمت وکیلان محله به آن عیبدار میکنند که فرزندان خود را نیو بچه های مردم کمبیزاد را به خدمت میفرستند. از اینجاست که در زبان مردم ارتش تاجیکستان کنایه آمیز ارتش مردم کمبغل نام گرفته است. خانواده نبیجان صمدov میگویند از کاری کرده او آگاه نبودند، اما بگاه خبر رسید که فرزندشان دانشگاه را ترک کرده به صف ارتش پیوسته است. گلجهان صمدov مادر نبیجان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش اختیاراً عریضه داده است. بهادر صمدov پدر نبیجان صمدov به رادیو آزادی گفت که از کار پسرش افتخار میکند چون آبرویش را در میان مردم بلند برداشت. او میگوید هرچند نقشه داشت که بعد خدمت دانشگاه پسرش را به ارتش بفرستد ولی او پیش دستی کرد. او میگوید که حالا همه به او و فرزندش رحمت میگویند. ما قبول میکنیم و افتخار میکنیم و بچه خیلی بچه پیش خودش برده. مقامات شهر کلوب و کمیسریات حربی به پدر و مادر نبیجان رحمتنامه فرستادند که فرزندی شایسته تربیت کرده است. خدمت 2 ساله در ارتش تاجیکستان موضوع بحث برانگیز است. مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی، بدرفتاری با سربازان نو آمده زورگویی از مشکلات است که جوانان تاجیک را از خدمت در ارتش می‌ترساند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح نیز کم نیست. از این رو جوانان زیاد برابر ختم مکتب تلاش میکنند برای کار به روسیه بروند. عین زمان دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان ادامه دارد.